بسم الله الرحمن الرحیم. اولو تانری نادیله انصاف علی هدایت هستم و برنامه 142 مهندسی جهل رو با ورق زدن یک کتاب چند صد ساله خطی دست نوشته علمی یا تخصصی یا ادبی بسیار سطح بالا رو شروع میکنیم تا در این دیوار و زندان مهندسان جهلی که در 250 سال گذشته برای ما این زندان رو ساختند و تونستن ما رو در درون اون حبس بکنن، یه روزنه ای به بیرون از این زندان باز بکنیم و اون روزنه به بیرون از زندان که نگاه بکنیم با تمدن فکری و مکتوب ترک ها آشنا بشیم. در این 142 برنامه، در 141 برنامه قبلی بیش از 200 کتاب ترکی قدیمی دست نوشته خطی تخصصی در رشته های مختلف علمی و دینی و سیاسی و ادبی و شعر و ستاره شناسی و آشنایی با دستگاه های ستاره شناسی، اینها رو و بیماری ها و بیماری های حیوانات، انسان رو آشنا شدیم. حالا امروز بر اساس اینکه در جلسه قبل گفتیم که یک کتاب دومی رو باز کردیم که متعلق به فردی به نام جامی بود، دوباره میریم که کتاب دیگری رو باز بکنیم و همون کتاب رو، یعنی جامی رو باز بکنیم و ببینیم که جامی کدوم جامی هست و چه نوع جامی رو میخواد برای ما باز بکنه. اگر اشتباه نکنم ما حالا از اینجا بود، دیوان اخلاقیات رو خوندیم، قصه یوسف زلیخا نه، به اینجا نرسیدیم. جامی. خب همونطور که جلسه قبل کتاب رو نشون دادیم و صفحه آخرش رو خوندیم، دوباره یک به طور خلاصه در صفحه رو ورق میزنیم و نشون میدیم این کتاب جلدش رو نشون نمیده. کتاب آسیب جدی در شیرازه کتاب دیده میشه، کادربندی نداره و با دو تا بسم الله شروع میشه اگر اشتباه نکنم. بله، حالا بعداً اینها رو میخونیم که چرا آورده. بر روی بعضی از کلمات و جملات که مربوط به جامی هستش خط قرمز بر بالاشون خط قرمز کشیده و اونها رو توضیح داده. اول معنی میکنه تک تک کلمات فارسی به ترکی رو و بعد به ترکی تشریح میکنه که شعر چی میخواد بگه، یا این بند، این مصرع چی میخواد بگه، این بیت چی میخواد بگه. اینها رو توضیح میده. در نتیجه اون رو دونستیم. در حاشیه کتاب با کلماتی روبرو هستیم که در متن یا خود نویسنده اصلی و یا نسخه بردار یا خود نویسنده اصلی دیده که متوجه شده ننوشته، دوباره اومده این رو در حاشیه نوشته، یا اینکه نسخه بردار گفته که این رو چون نویسنده اصلی ننوشته، من این رو بیام در حاشیه معنی بکنم. اینها رو حالا باهاش در صفحه قبل، در روز قبل آشنا شدیم. فرقی نمیکنه حالا با رنگ قرمز نوشته باشه یا خط بالای اونها کشته باشه یا با رنگ سیاه، هدف هر دو یکی هستش. کتاب آسیب دیدگی رو در حاشیه کتاب، در متن کتاب، در همه جای کتاب، به خصوص آب رفتگی در پایین و چیز رو میبینیم که بسیار هم به کتاب آسیب زده. خب ما در سری آخر صفحه آخر رو خوندیم و
گفتیم که این کتاب 2 تا تاریخ داره، یکی مربوط به تاریخ، 3 تا تاریخ در اصل، یکی مربوط به خود جامی هستش که در چه سالی این اشعارش رو نوشته، دومی به نویسنده و مترجم جامی از فارسی به ترکی تعلق داره که اینجا گفتیم در چه سالی هست، اسمش هم گفتیم احتمالاً، حالا دوباره میگم، میگه که تمام olmuştur. اینجا میگه که جامی مراد حبیب اکرم حضرت صلی الله علیه و، حالا اینو برمیگردیم دوباره تاریخ رو آخر کتاب میخونیم. بذارید ببینیم که خود جامی میگه این کتاب رو در 890 tamam olduğu için hicret tarihi hicretinden Murad Habib به وقتی شد آخر تاریخ هجرت، ادامه داره bu kitap hicret tarihinin 882'sinde در حال که اینجا گفتیم که اشتباه نوشته، وقتی ترجمه میکرده به جای اینکه بگه در 892 کتاب رو تمام کرده جامی، این نویسنده گفته 82، این رو اشتباه کرده بود. پس جامی کتاب رو در 892 در 892 سال 92 تمامش کرده. حالا اینجا و جلو وزیم صاحبی الله'den مسئول و مقصودم از ظفر نیل المرام و الفوز به حسن الختام مرادیده وصول bulmağa zaferdir ve hüsnü hatimeye fawzdur. Neyl erişmek manası nedir? Fawz, necat ve zafer bulmak manası nedir? Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve aleyhil kiram ve salat ve selam Muhammed üzere ve anun âl-i kirami üzere olsun ki cemi alem خلقının گزیدلریdir. قد وقع الفراغ. حالا خود این کسی که ترجمه رو نوشته، قد وقع الفراغ من تحریر هذا الرسالة الشریفه و النسخة اللطیفه فی اوائل شهر شعبان، در اوائل ماه شعبان معظم 1042 این نویسنده نوشته و نسخه و تاریخ شارح شمعی رحمت الله فی اوائل سفر بعد الصبح سنه 86 و 900 و شارح هم این رو در 986 نوشته. جالبه که اینجا 980 اون 892 نوشته بود جامی، این در 986 کتاب رو ترجمه کرده. خود این آدم هم تاریخ زده که حالا اگر بتونیم اون رو هم پیدا بکنیم خیلی جالب خواهد بود. حالا برمیگردیم اول کتاب دوباره ببینیم که این جامی چی گفته. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس بیعد خدای را که علیم و حکیم و قدیر و پادشاه بی شریک و بی وزیردür و شکر ثنای لایعد. این رو مترجم داره میگه، نگاه کنید این قسمت رو مترجم جامی داره مینویسه، بعدن خود جامی شروع میکنه. و شکر و ثنای لایعد قادری را که مبدع بدایع مصنوعات و مخترع صنایع موجودات. حالا اینجا بعضی از کلمه های آخر جمله به خاطر نزدیکی به شیرازه که آسیب دیده، منم اونها رو دیگه خیلی نمیتونم روش دقت بکنم و بخونم. موجودات در مبدع سرچشمی جود شریعت مخترع هرچه و وجودیش هست. اولش یه مقدار ترکی تر نوشته بود و در ادامه تبدیل شد به فارسی. مبدع سرچشمی جود شریعت مخترع هرچه وجودیش هست. هله‌گر خاک
دخلی چی لعل تراز کم آفتاب، زهر صانع پرکمال که باغ فلک آنون صنعنی، سنینی برکاتندن بهارستان، ازهار کواکب له پربر گلستان و روزه زمین آنون قدرت نگارستاندن، اسمار آثار ایله مملو بیر بوستان دور جل جلاله. حالا اینجا من فکر کردم فارسی نوشته، ظاهرا همون لغاتی که در فارسی و ترکی عربی استفاده میشه همه رو پشت سر هم آورده و فارسی و ترکی رو قاطی کرده و یه متنی رو نوشته. میخواد نشون بده که اینجا این تعصب ملی نداره، این توانایی خودش رو در تسلط به سه زبان رو میخواد نشون بده و این مقدمه رو هم برای همین نوشته که من به راحتی میتونم کلمات عربی، کلماتی که در فارسی رایجه و کلماتی که در ترکی رایجه، اینها رو در کنار هم قرار بدم و یک جمله بسازم که معنی داشته باشه و خیلی هم وزین و سنگین و از اینها باشه که در ادبیات فارسی بهش اسمهایی دادن. حالا گفته که جل جلاله ام نواله که آنون فیض عمیمی خواسته و عوامه ملک جمیع ذره. حالا اینجا یه چیزی نوشته که من نمیفهمم، این آق هستش آن جهانه فیضان و جریان ازره دور و هزاران صلوات زکیات و تحیات تامیات بر محمد مصطفی باد که ببینید حالا فارسی که سرور انبیا و رسول و سید کونین و هادی سبل دور. سبل جمع سبیل هستش و سبیل به معنی راه یا هدف و صدرنشین صفه صفا و صاحب مازاغ البصر و ما تقا دور و صاحب مازاغ البصر و ما تقا دور صلی الله علیه و سلم سمیه نه مستد هفت. حالا اینجا یک کلمه هستش که دوباره نمیتونم بخوام. ختم رسول، خاتم پیغمبران، احمد رسول که خود خاک اوست، هر دو جهان بسته فتراک اوست و حکم حقایق روزه روسسنن توتی خایر و خایر توتی خایر یعنی گزیدن خوردن. حالا فکر بکنید که یه حب قند رو دارید میجوید، خاییدن جویدن به معنی اون هستش. توتی خای و اسرار دقایق گلشنن اندلیب دستان سرایی ده زهر مرسل، احتمالاً زهر مرسل باید باشه، زهر نمیشه، مرسل که از نور رسالت زدوده از عرصه کبر و زلالت، امیر ربی مع الله خاصه اوست. حالا اینجاها رو دیگه ازش بگذاریم، خیلی ازش هم به خاطر این کتاب آسیب دیده، همین که فارسی بیشتر هستش، از اینجاها بگذاریم. بلکه حداً زیاده شکایت ایلدم. اوکی برگردیم اینجا یه چیزی نوشته و ثنای خب حالا خاصه اوست ابران برتر، از آن برتر کرا باشد جلالت و سر و تحیت،
سرو تحیت فراوان و در درود ثنای بیکران بر آل و اصحاب او باد که مغنیان شرع شریفند رضی الله تعالی عنه بلت. حالا این بلت چی هست این رو نمیدونم، بقیهش هم اگه بوده از بین رفته. بنای شرع و دین استوارش متین از چار رکن چار یارش بر کون اخوان صفا و خلان وفا دن بیر نته روشندل و صاحب نظر کمسلر اسرار و حقایق و نکاتی و دقایق دن مکامله و مصاحبت درکن اثناء مصاحبت دن طالع دن و روزگار بوقلمون. حالا اینجا بریم بالاتر. بوقلمودن حکایت بلکه حدن زیاده شکایت ایلدم. اول مجمع مثل مجمعه میدونی یه سینی هستش که خیلی بزرگه، در داخلش به خاطر چی دارن مجمعه میگن؟ به خاطر اینکه بسیاری از میوه ها یا غذاها یا هر چی که هستش داخل اون میذارن، جا برای خیلی چیز، اسمش مجمع هست. مجمعه یعنی جایگاهی که جمع میشیم، یه چیزی جمع میشه، اسم ظرف هستش. مجمعه حاضر اولنلردن هر صدیق یا بیر صدیق صادق و خاطر مجروحه طبیب حاذق و هنر خصوصیندن یار موافق بو حقیرون بیانیندن پر دل علم استرابنی جرب زیاده هنر. من حالا اینجا زیاده تر احتمالاً جمعیدن پریشان خاطر علوب لطفیله بو شکسته. حالا اینجا دیگه احتمالاً الطاف فلان اینجا دیگه خونده نمیشه. ادعی یتسه حیرتون گریان و نالان و آه و فقر و مختصن حیران و سرگردان. بعضی از کلمات رو دیگه نمیشه. غایت و عزت سلب olur bir کاریه شروع اهتمام اتمز سن فقیر اتدم yine توجه aldım edüm ki anın sebebi ile asude hal ve müreffehul bal olup kudretsizlik mehnetlerinden خلاص bulan ol خوب گفتار و راست کردار یار ادی. مولانا عبدالرحمن جامی حضرتون بهارستان نام کتابنون کی، اسم کتاب جامی بهارستانه، کی نکات و دقایق و حکم حقایقی ile پر bir کتاب لطیف در. حالا اینجا دوباره باز نمیتونم بخونم. القاعده علیه خلفه الله یا خلفه الله دین پناه سلطان سلاطین زمان خاقان خواقین دوران. حالا من اینها رو از خودم میخونم بعضی از کلمات رو. کل ملک ملک الملوک فی العالم مالک الرقاب الامم ذل الله فی الارضین مؤید الاسلام و المسلمین. حالا خدا بکنه که اسمش از بین نرفته بشه. احتمالاً میگم اینو نمیتونم. الغازی فی سبیل الله المجاهد فی لوجه الله. این فی رو احتمالاً قلم زده باشه چون ل رو نمیاره. اگه فی باشه ل رو نمیاره، لی باشه
فرو نمیاره. در نتیجه مجاهد فی لوجه الله شهنشاه آنا انام بخش. این انام رو به ترکی نوشته. انعام در عربی با الف و نون عین و الف و میم نوشته میشه، انعام، انعام. اما در ترکی این رو با الف، احتمالا این انام نیست، کام باشه. من حالا اینجا یه آ میبینم ولی نمیدونم این مربوط به این هست یا به شهنشاه هستش، اینو نمیدونم. کام بخش باشه که چیز هست. اگر انام بخش باشه اینجا الف و که الف میم اینجوری انام باشه. ولی به نظرم میاد این کامبخش و کامران، به خاطر این کامرانه که میگم این کامبخش باید باشه. المختصی، حالا احتمالا اینو به اون الله امر بالعدل و الاحسان، من اینجوری دارم میخونم. این رنگ ها از بین رفته، نمیشه کامل خوند، ولی الاحسان از سلطان ابن سلطان، از سلطان مراد خان، همون سلطان مراد خان عثمانی، احتمالا مراد خان اول، سلطان مراد اول، از سلطان ابن سلطان، از سلطان مراد خان. حالا اینجا یه کلمه هستش که نمیتونم، اهل السلطان سلیم، ابن سلطان سلیم خان، بله همون مراد اول، ابن سلطان سلیمان، سلیمان خان، سلیمان قانونی، پسر اون سلیم، پسر اون مراد، مراد خان اید الله سلطنته الی انقراض الوهور. اینجا دوباره بازم اول سطر 100 و چیشی از جزر عالم بیا سود که شدت چه شد ذات شریفش بر همه سود، حضرت لرنون عهد همایون. حالا این یه شعره، یه بیت شعره که میشه به هنگام ترجمه یا به هنگام نوشتن با توجه به عالم بیاسود که شد ذات شریفش بر همه سود، و از این طریق میشه اون قسمتی رو که نمیشه خوند چیز کرد، خواند. ولی خب قابل خواندن هست، میشه با یه مقدار دقت و درایت و حوصله اینها رو خوند. حضرت لرنون عهد همایون، حالا اینجا دوباره خونده نمیشه، و عالم سعادت مقرون لریندن، احتمالاً دلارام باید باشه. حالا یه چیزی داریم و آرام سعادت مقرون لریندن، شرح ادب فهرست لطیفه نام شریفلری ایل معنون. و حالا اینجا اصلا خونده نمیشه، خیلی بدتره، رجا اسم جامیلری ایل. حالا اینجا یک چیزی نوشته که من نمیدونم، اصلا خونده نمیشه، یعنی احتمالا اسلاف بشه خوند یا اسلف. به اسلاف اسم جامیلری ایل مزین قلوب مسره سنیه و عتبه علیه لریندن ابراز اولونه. دیگه این قسمت رو هم نمیتونه، انام و خواص عوام فایز اولان خورشید احسان لریندن بیر ذره و دریای کرم. حالا اینجا دیگه من از خودم میخونم دیگه، کرم فی چی اینها رو دست باز نموده و دامن نیاز گشوده به گشوده واصل علوب غواز گبی بهرمند. بریم صفحه بعد که این دیگه این تکه تموم بشه، ببینیم جامی خودش چی میگه. و بین الاقران سربلند لیک آل ورب سربلند لیک الورب. حالا اینجا یه چیزی در این بالا نوشته بیر وار اوجق معنیسی ندور. اینجا حالا باید اگه بخوام اینو بخونم باید این کتاب رو بچرخونم که بذارید یه بار دیگه بچرخونم ببینم میشه اینو خوند. بیر پرواز uçmak
Pervaz uçmak معنیسینədir. خود کلمه پرواز به معنی uçmak هستش. حالا برگردیم ببینیم اینجا پرواز داره. بین اقران bir سربلندlik el verip. حالا این ببینیم این پرواز در کجاست، اونو خوندیم. فقر و وفاقه خزانندن بهار وسعت گلشنینه ایرشب غنچه دل شکفته و خندان و اندلیب جان مترنم و شاد آن جان مترنم و شادان اوله. در حال دو فقیر عقی قلیل البضاعه شمعی بیچارهی دخی القال علی ماجرا القالو علی ماجرا جسینجا ماجرا سجینجا. حالا اینجا یه جمله بسیار مشهور از زبان عربی، ضرب المثل عربی آورده که القالو علی ماجرا، از اون چیزی که در جریان هست، اون چیزی که گفته میشه حکایت میکنه. حالا من اینو چجوری ترجمه کردم نمیدونم. به موجب اون، یعنی دیگه نمیشه موجب این جسینجه، میگه که و دخی القال علی ماجرا جسینجه، بر اساس این خیل برای اولین بار این جسینجه رو میبینم که میچسبونه به کلمه قلبی. شکسته و بسته تحریر و بیانه اشتغال ایلدون و بالله توفیق علی. حالا اینجا زحق خواهم طریق استقامت ارباب فضل کمال و اصحاب مرء مقال معلوم اولکی بیر شرحده جمیع الفاظون معناسنه متعرض علونماز. حالا میگه تمامی کلمات رو نمیان شرح بدن، بلکه اکثر مواضع استعمال و اصطلاح اولان اسلوب üzere شرح اولون مشتر هر لفظون معناسına التفات etmemiştir دیگه دخل و تن etmesinler. خب اینجا گفتش که اومد اولش گفت آقا تمامی کلمات رو دیگه معنی نمی کنم، که بعضی از کلمات رو که چیز هست معنی میکنیم، بعضی رو دیگه معنی نمی کنیم، این رو عیب نگیرید. خودش اول اینو گفت، بعد شروع میکنه به کتاب. حالا این کلمه پرواز uçmak معناس ندیر، اینو کجا نوشته ببینیم که جامی چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. چون مرتع امر زیبال زانماز امر زیباره منصوب اولان مرغی، چون مرغ امر زیبال زا نماز، اینو بالاش خط کشیده، این مربوط به چیز هستش جامی. امر زیباله منصوب اولان مرغی، چون که ابتدادن حالا اینجا نه ازلی و حالا اینجا دوباره روی این خط کشیده ازلی وی نه از یلزوی حمد. حالا اینجا دوباره از بین رفته، میگه که حمد قوتیندن تیران و پروازه گلمیه. خب اینجا اون پرواز که اون بالا گفته به معنی uçmak، این رو اینجا آورده. پس این پرواز رو خود احتمال میدم خود این نسخه بردار نوشته باشه. گلمیه به مقصد نارسیده پر بریزد. حالا به مقصد نارسیده پر بریزد از فارسی ها رو دیگه، از اینجا به بعد فارسی ها رو متوجه میشیم. اول مرغ مقصده erişmemiş iken گنادی دکلور. گنادی دکلور. احتمالا گناد هم از همین کلمه باشه، نمیدونم. گنادی دکلور بو وجه در گنادین دکر. دکمک ما الان در تبریز و اینها میگیم تکور، یعنی
میریزه. ولی در گذشته یا ادبیش احتمالا دکمکیده. در ترکیه هم امروزه دکمک میگن. دökür, dökülür, genelde dökülür. Bu vechdür genadin döker. میگه در به همین شکل بگیم گنادین بالش رو یا اون پرش رو میریزه. Bu hem vechdür. Maksat erişmiş iken olmurgun genadi dökülür. Bal per manasini ile خوب واقع olmuştur. Zira mahalline göre bal genad manasine dahi gelir. حالا اینجا شروع میکنه به فارسی دوباره. فتد دانسان که دیگر بر نخیزد. من حالا اینا فتد نوشتم، احتمالا یک کلمه دیگری باشه، خیلی خوب دیده نمیشه. فتد زانسان که دیگر بر نخیزد. آنون کبیدن düşerge gir واقعlik. بعضی نسخ دیگر هرینه هرگز وار. دیگر yerine، حالا اینجا میگه یک کلمه دیگر هستش که نوشته در اونجا فتد زان که دیگر میگه این به جای دیگر بعضی نسخه دیگر yerine هرگز وار، هرگز نوشته به جای دیگر هرگز. نسخه ها رو عیبشو داره میگه که بعضی نسخه ها هرگز نوشتن، بعضی هم دیگر نوشتن. هرگز وار olur. حاصل معنی budur که کلی امرون، حالا اینجا عربی نوشته معنیشو، کلی budur که کلی امرون دنبال لم یبدأ. حالا این دیبال هستش احتمالا. کل امرن دیبال لم یبدأ بحمدالله فهو ابتر او اقطع. حدیث شریفلی موجبینجا بر اساس این حدیث هر زی شأن و زی شرف نسنه که حمداللهیه حمد الهیه شروع علون میسه اول نسنه ناتمام و ناپسندیده دور که نه خالق و نه مخلوق گتنده مقبول و مرغوب اولور ابتر دور. بریده معنا ابتر چی هست؟ بریده معنیسی نه. به ترکی quyruğu kesilmiş. ابتر به معنی به ترکی quyruğu kesilmiş. اجدع قلاغی و توتاغی و برنی kesilmiş معناسine دور. خود کلمه ابتر به معنی quyruğu kesilmiş، اجدع به معنی گلاغ، توتاغی و توتاغی، این توتاغ چی هست نمیدونم، و برنی کسیلمیش و این دماغش هم بریده شده باشه اجدق بهش میگن. ببینید زبان چقدر قدرتمنده، زبان عربی. اگر دم یه حیوانی رو ببرن بهش میگن ابتر. اگر مثلا نمیدونم این توتاقی کجا هستش، گلاغشو گوششو ببرن و دماغشو ببرن، اینها میشه اجدع. من الان فکر میکنم نه در زبان فارسی نه در زبان ترکی احتمالا این معنی وجود نداره. مصنف bu حدیث شریفه مرغ تشبیه ادب، میگه این حدیث شریف رو به مرغ حالا یه حدیثی بالا خوند که عربی بود، منم خوندم. ادبچه لوازمدن پر و پرواز اثبات ایلدی. میگه پر و پرواز رو از این چیز اثبات کرد که مرغ مشبه به، حالا از نظر ادبی برمیگرده چیز میکنه، الرجال مشبه در
بالیده یا نسبet içindir bal bundan. Ya nispet üçün. Yayı da nispet üçündür. Bal bunda شأن و شریف معناس ندور. بعضی حالا اینجا طلب رجال معناس ندور، آغاز ابتدا ینر و قوت یا قوت پرواز تیران معناس نه مقصد. حالا اینجاها دیگه بعضی جاها خونده نمیشه، بونده اسم مکان دور که باب سانیدن دور، اسم زمان هم بو وزنن üzere دور، بو وزن üzere دور. خب دیگه میبینید که رفت دیگه اسم زمان و اسم مکان و بقیه هم دارم میبینم اینجا که فتح فلان. حالا اینجا یک کلمه ای هستش که فتح داره، مصدر میمی دور، اسم مکان مراد اولونان بیر یرده فتح صاد ایله خطا و غلط مشهور اولدوغی. حالا اگر اون رو مثلا نمیدونم چی بود، حدیث احتمالا با صاد میگه صد، بذارید ببینیم در اینجا هست، نه در اینجا نیست، احتمالا همون در شعر باشه، احتمالا مقصد رو داره میگه، مقصد نارسیده پر بریزد، به مقصد نارسیده پر بریزد. این مقصد رو میگه که اگر مقصد با صاد رو با چی بخونیم گفت واقع اولو، ببخشید برم بالاتر، اسم مکان که بابت ثانی باب ثانیدن دور و اسم زمان هم yüzün üzere دور، صاد ایله مصدر میمی دور، اسم مکان مراد اولونان یرده فتح صاد ایله خطا و غلط دور. میگه این اگر اسم مکان باشه، برای یه جایی اسم باشه، اگر صاد مقصد رو با فتح بخونی غلطه، احتمالا مقصد هستش، یعنی اسم مکان مقصد نمیشه خوند. مثلا میگیم که مقصد من مثلا وطن هست، اگر این رو مقصد من وطن بخونیم یه غلط مصطلحه، فتح صاد ایل خطا و غلط مشهور اولدوغی. حالا این دیگه بقیهشو ولش بکنیم، بریم یک صفحه. حالا این کتاب گفتیم که 262 صفحه هستش، یعنی 131 صفحه PDF. من حالا تلاشم بر این هستش که از هر 50 صفحه PDF یک صفحه رو بخونم، ببینیم که فقط با کتاب آشنا بشیم دیگه، تا یه حدود خلاصه مانندی آشنا بشیم. این صفحه 50 هست، همون عیبه ها رو داره. اینجا یه حکایت هستش، ببینیم حکایت. حاتم طایی را پرسیدند. این از چیز هستش؟ مدخل. این احتمالاً از خود جامی هستش. میگه که حاتم، البته کاش اولش یه مقدار میخوندیم ببینیم که جامی اسم کتاب رو چرا گذاشته بهارستان و خودشو چجوری معرفی میکنه اینا، ولی خب دیگه ازش بگذاریم. حاتم طایی را پرسیدند. حاتم، حالا اینو بالاش خط قرمز کشیده که یعنی توضیح میخواد بده، این فارسی ترکیشه. حاتم طایی سردیلر، نمیگه حاتم طاییدن سردولر. نگاه کنیم ما الان در امروزه میگیم که حاتم طاییدن سرشدلر یا سردولر، سرشماق و سرماق. نگاه کنید اینجا الان سرماق درسته از نظر ادبی، سرشماق البته اونم یه مصدریه. سلام عزیز، چطوری؟ خوبید؟ حاتم طاییه سردولار، یعنی خطاب به حاتم طایی یه سوالی تقدیم کردند. حاتم طاییه سردولر در اینجا یه معنی دیگری هم داره، اینه که حاتم طایی مجبور نیست جواب بده. یه سوالی رو گذاشتن، مجبور نیست جواب بده. این از نظر ادبی خیلی معنی جالبی داره. حاتم طایی سردلر که هرگز از خود کریمتر دیدی، این فارسی اون بالا، هرگز، این مال جامیه، که هرگز از خود کریمتر دیدی، که هرگز کندوندن کریمرک gördün
که هرگز کندیندن کریم رک ما امروزه داریم میگیم، این کریم رک نوشته. کریم رک گردیگه گفت بلا بلی گردم دیدی. روزی در خانه غلام یتیم فرود آمدم. روزی در خانه غلام یتیم فرود آمدم. bir gün bir yetim غلامون خانسینه گندم. نگاه کنید گندم چه خیلی زیبا. فرود آمدم رو نمیگه که ایندیم. حالا ما düştüm میگیم. من یه دوستی دارم خدا کمکش بکنه یا الله یاریش بکنه، هر وقت میگم düştüm میگه یه چیزی برات اتفاق افتاد. düşmak به معنی افتادن هستش، یعنی مثلا ممکنه یه جایی از بدنت بشکنه. ما در تبریز و آذربایجان düştüm رو خیلی به کار میریم. مثلا از ماشین پیاده شدم düştüm، از مثلا خر و الاغ و هر چی هست düştüm، افتادم، پیاده شدم. ولی این درست به کار نمیبریم در اصل. این دوست من به طنز میگیره، تلاش میکنه کرختمون بکنه، یعنی تصحیحمون بکنه، ولی خب بله gördüm dedi. Bir gün bir yetim غلامın خانسine گندم یا گندم. وی 10 گوسفند داشت و وی 10 گوسفند داشت و او نه اول همون او که الان در فارسی به کار من از همین اول گرفته شده. اول گل اون گوسفند tutardı. گوسفند tutardı یعنی ساخlardı. tutardı با دستدل ت دسته دار. فی الحال یک گوسفند بکشت و پخت فوری. پخت. فی الحال یک گوسفند بکشت و پخت. اینو داره تا حاتم طایی میگه. فوری bir koyun boğazladı. ببینید کشت و نمیگه öldürdü. boğazladı کلمه رو یه مقدار نرم میکنه. اون تندی زبان، اون خشنی. الان در ترکیه خیلی چیز میگن. مثلا من یه بار رفته بودم ترکیه، در بازار هفته بازار که میگشتیم دیدم یه خانومی داره یه چیزی میفروشه. گفتم اسم این چیه؟ گفتش که حالا فلان چیز هست. گفتم ما به این در منطقه خودمون میگیم ایت بورنی. گفتش اسمش ایت بورنی هست اما این خیلی خشنه، خوب نیست، زمخته. کلمه زمخته. به خاطر اینکه این زمختیشو بگیرن این کلمه رو گفتم، مثلا فلان چی چایی. خب این بعضی از کلمات در فرهنگ ها زمخت و خشنه. گفتنش خشونت رو ترویج میکنه و باعث مثلا چی بگیم کلمات جنگی هست در اصل. وقتی این رو به کار میبرید انگار که با یه دشمن در حال جنگید و در حال کش و کشتار هستید. در اونجا معمولا نمیگن که مثلا بی نفر بغازلدم، چون خیلی نرمه. این میگن کشتمش، مثلا 10 تا سرباز رو کشتم، 10 تا دشمن، فرمانده دشمن رو کشتم. این خیلی خشنه. ولی وقتی میخواد بگه که گوسفند رو در فارسی میگه چی؟ گفتش که و وی حالا چی گفت؟ فی الحال یک گوسفند بکشت و بپخت. ببینید بکشت و بپخت یعنی کلمه خیلی، همینجا میگه خامنه‌ای و خمینی و همه دیگه این متاسفانه سیاست در ایران، زبان در ایران به قدری خشن هست و جنگی هستش که انگار همه ایرانی ها در جنگ هستن. در نتیجه کلا جامعه جنگی هست، کلا همه علیه همه دارن. اول این از چیز شروع شد ها. اول این نبود که همه سر هم کلاه بذارن، همه زن و شوهر و پدر و بچه و مادر و پسر و همه اینها با هم جنگ بکنن، همسایه ها و محله و شهر همه با هم جنگ بکنن. این نبود در گذشته. ولی به تدریج که این کلام جنگی، این سخن جنگ، بزنیم همه دشمنم، بزنیم بکشیم فلان، اینها
رواج شد در جامعه، رفتارها هم بر اساس همون کلام به تدریج تندتر و تندتر و تندتر شد و ادامه خواهد یافت و این به جنگ داخلی خواهد انجامید. چه جمهوری اسلامی بره چه بمونه، جنگ داخلی در ایران یک روزی اتفاق خواهد افتاد، برای اینکه ادبیات و فکر جامعه جنگی هستش. مادامی که از این فکر جنگی و ادبیات جنگی خسته نشه و دور نشه، جامعه به ثبات و به زبان نرمال نخواهد. باید کشتار بده، باید کشته بده تا جامعه ببینه که اوکی، من باید از این ادبیات جنگی دور بشم، برسم به ادبیات انسانی. حالا یه خانمی اخیراً گفته، خیلی الان هم ظاهراً دادستان تهران اومده علیهش چیز کرده، گفته آقا چرا میگید این ملت انسان‌های خوبیان، جامعه خوبیه، فلان هم بهمان خیلی زبان خوب نیست. گفت آقا نه همه بی‌ادبن، همه فحش میگن، همه دعوا میکنن، ما انسان‌های خوب نداریم تو ایران. اگرم داشته باشیم مثلا یه چند تا در میان میلیون هستش. خب حالا این آدم رو گرفتن، این خانم رو گرفتن، میخوان مثلا حالا یه جوری مجازاتش بکنن، در حالی که در 100 سال گذشته این جامعه جنگی بر علیه ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و قشقایی و لر و گیلک و مازنی بوده. ببین امروز نیستش که بعد از انقلاب این شروع شده باشه. این در 100 سال گذشته برای اینکه ترک ها رو از بین ببرن و در زبان فارسی و فارسا اینها رو حلش بکنن، محلولش بکنن، از بین ببرن، عرب ها رو همچنین، بلوچ ها رو، ترکمن ها، قشقایی ها، لرها، گیلک ها، مازنی ها، تالشی ها و همه رو فارس بکنن، یه جنگ ادبی، زبانی، تبلیغاتی، فکری ایجاد کردن که در نتیجه این جنگ ما میبینیم که جمعیت خشنه. شما تمامی رفتارهای 100 سال گذشته سیاسی رو در نظر بگیرید و اجتماعی رو در نظر بگیرید. هیچ وقت ما یک جریان سیاسی آرام نداشتیم، هیچ وقت جریان سیاسی نه، اجتماعی حقوقی آرام نداشتیم، هیچ وقت نداشتیم، برای اینکه یه فرصت خیلی کوچولی تبدیل میشه به جنگ. چون زبانی که در ایران به مردم از طریق رادیو، تلویزیون، سخنرانی، مسجد و منبر و نمیدونم رادیو و تلویزیون و دانشگاه و مدرسه و معلم و کتاب و اینها وارد جامعه، که حتی فیلم ها، سریال ها، کارتون ها وارد جامعه کردن، جنگ بین ترک و فارس، جنگ بین فارس و ترک، جنگ بین فارس و عرب، جنگ بین فارس و قشقایی، جنگ بین فارس و لور، جنگ بین فارس و ترکمن، جنگ بین فارس و گیلک، جنگ بین فارس و مازنی، جنگ بین فارس و تالشی، جنگ بین فارس و فارس شیعه با ترک شیعه، جنگ بین فارس شیعه با سنی، جنگ بین فارس شیعه با ارمنی نه، تنها چیزی که در جنگ نمیکنه ارمنیه، جنگ بین فارس و یهودی، جنگ و یکی دیگه هم که جنگ نمیکنه زرتشتیه. در اینجا بین مثلث فارس و زرتشتی و ارمنی یه اتحاد هست بر علیه بقیه ملل. این ادبیات که در فکر و زبان هست، در سخن هست، این سخن همونطور که بارها گفتیم، سخن یه سخن ساده نیست که از دهن میاد بیرون تموم شد. این نتایج عملی و رفتاری داره. شما این رو در فوتبال میبینید، شما این رو در راهپیمایی ها میبینید، در انتخابات میبینید، در حرکت های سیاسی میبینید. از زمان رضا پهلوی از کودتا تا امروز هر وقت یه دولتی میخواسته عوض بشه یا مجلسی، انتخاباتی، ملتی میخواسته حق خودشو بگیره، جنگ رخ میداده. شما میبینید که میرزا کوچکخان از بین میره، شیخ محمد خیابانی قتل عام میشه، میرزا کوچکخان قتل عام میشه، شیخ محمد خیابانی قتل عام میشه، پیشوری قتل عام میشه، مصدق قتل عام میشه، دو بار در دوره مصدق قتل عام، جنگ یعنی کودتا صورت میگیره دیگه، میدونیم اینو.
شریعت مداری قتل عام میشه. در این بین از اونجا تا اینجا، از رضاخان تا اینجا، روزنامه نگاران، سیاستمداران، حقوقدانان همه کشته میشن. برای اینکه جنگ، چه بخوایم چه نخواهیم، اون فضایی که در سخن شما جنگ رو به دیگر ملل تحمیل میکنه تا اونها رو تسلیم زبان فارسی و فارسا بکنه، این جنگ به جنگ سیاسی، به جنگ نظامی هم منجر میشه و این رو در خانواده هم میبینیم. اوایل انقلاب من یادم هست پدرها از پسرها، پسرها از پدر و مادر و دخترها از خواهر و پدر و اینها میترسیدن که اینها میرن مال و لو میدن به خمینی، به طرفداران خمینی و اونها میان ما رو اعدام میکنن. ما چقدر اعدامی از اول از کودتای رضاخان میرپنج انگلیسی، از کودتای انگلیسی 1299 اسفند 1299 تا امروز چقدر در خانواده ها قتل زن و دختر و مادر و پسر رو شاهد هستیم. این به خاطر این زبان تلخ و جنگی و خشنیه که در جامعه رواج پیدا میکنه. هر چقدر زبان رایج در جامعه خشنتر، رفتار جامعه به تدریج خشنتر میشه. و میدونی که در 100 سال گذشته ما بین 5 تا 6 نسل عوض کردیم. یعنی اگر نسل اول خیلی خشن نبوده، نسل دوم یک کمی خشن‌تر شده و الان ما با خشن‌ترین نسل جامعه روبرو هستیم که نه به اخلاق ایمان داره، نه به فلسفه ایمان داره، نه به دین ایمان داره، نه به روابط انسانی ایمان داره، نه به حقوق بشر ایمان داره، نه به هیچ چیز. تنها چیزی که ایمان، حتی به روابط خانوادگی هم ایمان نداره. نه دخترها و زنها به روابط خانوادگی ایمان دارن، نه پسرها و مردها، شوهرها به روابط خانوادگی و انسانی و حقوقی ایمان دارن. هر کسی میخواد از دیگری بکنه، کلاه سرش بذاره یا بکشه، از دستش بیرون بکشه، خودش زندگی بکنه. مصادره اموالی که در ایران انجام گرفت، خود ما هم بخشی از اون هستیم که اموالمون، یه بخشی از اموالمون فعلا توسط افراد و نهادها مصادره شده. این مصادره ها بخشی از همون چیز بود که وقتی دولت میاد اموال شما رو با خشونت، چون زورش میرسه، از شما میگیره، یواش یواش جامعه میگه چرا من نگیرم؟ وقتی فلان کس اختلاس میکنه چرا من نرم دزدی بکنم؟ وقتی فلانی میلیاردی اختلاس میکنه، میلیاردها دلار اختلاس میکنه، دزدی میکنه. اختلاس یعنی دزدی میکنه و کسی باهاش کاری نداره، چرا من برم کوچیک دزدی بکنم که منو بگیرم؟ منم برم بزرگ درست دزدی بکنم که من نگیرم، بتونم دهن دیگران رو ببندم. اخیراً دیدید که یه آدمی تو، حالا یکی از این آقایون بود، حالا هر کی بود یادم نیست، گفتش که بانک ملی یه پروژه‌ای داشت، مثلا آدم میخواست از اونجا نمیدونم یه جنسی رو از یه جایی بخرن، مثلا قیمت اون مثلا بود 5000 میلیارد تومان بود، 5000 میلیارد تومان. رئیس بانک یا معاونش گفته بود که آقا اینو بنویس 7500 میلیارد تومان. یعنی 2500 میلیارد تومان، 2500 یعنی 1 میلیارد نه، 2 میلیارد، 100 میلیارد، 200 میلیارد، 500 میلیارد، 1000 میلیارد نه، 2500 میلیارد تومان علاوه کن بده به ما. نگاه کنید، یعنی وقتی این دزدی اتفاق میفته، خب جامعه پایین ترم میکشه، دزدی میکنه، میره خونه دیگری، میره از گوش دختر خانم گوشوارش میکشه، اون زنه رو اگه زورش میرسه میزنه میکشه، اون مرده رو اگه زورش میرسه میزنه میکشه، اون موبایلش رو میگیره. بالاخره هر کسی در اندازه قد و قواره و زور و توان خودش تلاش میکنه اون یکی زور بگه. خشونت زبانی پیامدهای اجتماعی داره. در نتیجه شما در غرب، من الان مثلا پریروز دیدم که دیشب دیدم اصلا که این دونالد ترامپ یه حکم داده که آقا هر کس پرچم آمریکا رو بسوزونه یا بر علیه آمریکا شعار بده اینها رو محاکمه کنید. برای چی؟ برای اینکه میگه آقا خشونت داره در جامعه رایج میشه.
شما وقتی یک کشور رو پرچمش رو آتیش میزنید، احساسات ملی انسان‌هایی که به اون پرچم اعتقاد دارن، اون رو باور دارن، اون رو شخصیت ملی و حقوقی خودشون یا سیاسی خودشون میدونن، اون رو شما زیر سوال میبرید. خب اون در مقابل ممکنه که همون رفتار رو با شما بکنه و این تبدیل میشه به جنگ. درست اولش میگیم پارچه است، مهم نیست، ولی به تدریج این تبدیل میشه به جنگ، به اینکه تمام ایرانی ها به نوعی، تمام ایرانی ها، حتی اون ایرانی ها که در آمریکا ساکن هستن یا در اروپا ساکن هستن، به نوعی آمریکا ستیزن. من نمیگم آمریکا خوبه یا بده، میگم اون فرهنگی که استادای دانشگاهش وقتی داره درس میزنه از شاش حرف میزنه، شاشیدم به فلان زبان. اینقدر کلام خشن گفتن از زبان یک استاد دانشگاه یا یه روحانی یا یه رهبر دینی یا یه مدیر کل یا یه مدیر کلی بود، چی گفت؟ این معاون نه، سفیر آمریکا در ترکیه و در سوریه دیروز در مصاحبه با خبرنگاران زبان جنگی به کار برد. گفت مثلا، حالا نگفت خفه شید، ولی گفتش که وحشی نباشید. یعنی چی؟ این زبان جنگه، برای اینکه این آدم نرفته اونجا صلح ایجاد، این برای جنگ رفته، میخواد بگه آقا همونطور که رهبر من الان در آمریکا نشسته و به دنیا میگه آقا یا تسلیم من میشی یا میزنم. این زبان جنگه. این زبان وقتی بره تو زبان سیاست و وقتی بره تو جامعه جنگی میشه. شما دیگه یهو میبینید که یه گروه‌های تشکیل میشه مثل کوکلسکلانی که در آمریکا بود و سیاهان رو میگرفتن دار میزدن یا شق میکردن با تبر و اینها، یا به گلوله میبستن. ممکنه که فردا مثلا یه گروهی تشکیل بشن یا گروه‌های تشکیل بشن که مثلا ایرانی ها رو یا عرب ها رو بکشن. در مقابل اینها هم یه مافیاهایی از این طرف تشکیل بشن اونها رو بکشن. جامعه به جنگ منجر میشه. خب به هر حال اینجا چی میگه؟ میگه که فارسی گفت بکشت و بپخت، میگه که فوری بیر قیون بغزلدی، نمیگه کشت. بغزلماغ این کار مثلا اینو بغل کرد، مثلا یه جورایی، اونم خشنه، نمیگم نیست، ولی بغزلماغ یعنی اینکه اینو نمیگه کشت، برید، سرشو برید. خیلی لغت نرمتری رو به کار میبره. در جامعه‌ای که جنگ نباشه، صلح حاکم باشه، ببینید در جامعه‌ای که جنگ و انقلاب باشه، این یه حقیقتیه، اون جامعه اصلاح نمیشه. شما اگر میبینید در دوره ناصرالدین شاه یه اصلاحاتی داره انجام میگیره، ناصرالدین شاه داره مرحله جامعه رو و سیاستمداران رو و حقوقدانان رو و اهل سیاست و اهل ثروت و اهل قدرت رو داره یواش یواش رام میکنه و عادت میده به این که بیان از حق و حقوق خودشون به نفع مردم بگذارن و خودش در رأس این کار داره اقدام میکنه، برای که 50 سال اونجا ثبات رو ایجاد کرده، جنگ رو کنترل کرده، مهار کرده. جامعه وقتی، حالا اینا میگن انقلاب مشروطه، اصلاحات مشروطه، وقتی خودشون میگن جنبش، یعنی در اون منطقه میگن جنبش مشروطه در زبان فارسی، یا حرکات مشروطه حرکاتی وقتی شروع میشه، شما نمیبینید که یک نفر دستگیر و زندانی بشه. با اینکه اینهایی که ظاهرا نمیدونن اصلا مشروطه چی هست و اصلا حتی میگن که مشروطه حاصل چی هست؟ انگلیسی هاست. نه، وقتی که اینا میرن سفارت انگلیس هم میشینن، وقتی از اونجا میگن از شاه میخوان چیزشون میخوان ما عدالت خانه میخوایم. در فرمانی که مظفرالدین شاه مرحوم نوشته نمی نویسه مشروطه، مجلس مشروطه، میگه مجلس مشورتی. همون چیزی ناصرالدین شاه ایجاد کرده بود اونو میگه یه مقدار بزرگترش. و بعد که اولین کسی که این رو به خاطر نزدیکی به عثمانی که در اونجا مشروطه بود، در دوره عبدالحمید ثانی دوم مشروطه، 2 بار مجلس مشروطه تشکیل شد
در اونجا مشروطه حاکم بود. محمد علی اگر اشتباه نکنم، محمد شاه قاجار که آخرین پادشاه، نه آخرین پادشاه نه، اون ولیعهد مظفرالدین شاه، محمد علی احتمالاً، حالا اگه یادم نیست اسم کاملش، اون وقتی از تبریز میاد به تهران و حتی در تبریزه کلمه مشروطه رو به کار میبره و تبریک میگه به شاه پدرش و به اون مجلس. برای چی؟ برای اینکه این نه در نزدیک هندوستان هست. من دیروز دیدم یکی از این آقایون فارس گفته که ما مشروطه رو از عرب ها و از عثمانی و از هندوستان گرفتیم. اصلا چنین نیست. برای اینکه این مفهوم اصلا در طرف هایی که امروز پاکستان گفته میشه، اولا در اون تاریخ اصلا اونجا انگلیسی ها حاکم بودن، در ثانی در اونجا مشروطه گفته نمیشد. در هندوستان مجلسی اگر وجود داشت اسمش مشروطه نبود، کنستیتوسیون احتمالاً بوده، نمیدونم حالا یه چنین چیزی بوده، انگلیسی بوده. امروز هم نیست اسم مشروطه، اصلا در اونجا شناخته نمیشه. و اگر شما نگاه کنید به داخل ایران سیاسی امروزی، میبینی که بلوچ ها در اون مقطع مشروطه نمیگفتن، پاکستان هم که مشروطه نمیگفته، افغانستان هم که مشروطه نمیگفته، این طرف هم که فارس ها مشروطه نمیگفتن. این رو برای اولین بار از طرف عثمانی میاد به تبریز میرسه و از در تبریز این کسی که در اونجا در رأس حکومت سیاسی و مجبوره که رفتارهای سیاسی عثمانی رو در نظر داشته باشه، نایب السلطنه است دیگه، ولیعهده. این میفهمه که در اونجا چی میگذره، لذا میاد اسم مشروطه رو برای اولین بار ایشون به کار میبره. ولی به هر حال زبانی که در این دوره بیش از 50 سال یا از ناصرالدین شاه تا مشروطه، زبان حاکم زبان صلح، وضعیت جنگی نیست. در نتیجه میبینی که وقتی اون جنبش یا مشروطه حرکات میده رخ میده، شما با درگیری لفظی و درگیری خیابانی، نمیدونم اعتصاب مغازه ها، غارت مغازه ها، شلیک به انسان ها، کشتن انسان ها، دستگیری انسان ها، شکنجه انسان ها، محاکمه انسان ها، اعدام انسان ها، اینها باهاش روبرو نیستید، اینها وجود نداره. اما وقتی که مشروطه حاکم میشه، یه تعداد، یه چند سال هم همین ولیعهد میاد شاه میشه، یه چند سال بعد همین انگلیسی ها این انسان هایی که در شرق ایران امروزی بودند، مثل بلوچستان امروزی، فارسستان امروزی، اینها رو مسلح میکنه تا بر علیه مشروطه در خود مجلس مشروطه بجنگن. در نتیجه میان مجلس رو به هر کسی 50 تا 100 تا، از کجا این پول رو میارن معلوم نیست، این سلاح رو از کجا میارن این معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ معلومه. به هر حال انگلیسی ها که میخوان زمینه رو برای کودتا آماده بکنن، میان پول میدن، سلاح میدن و این نماینده هایی که نماینده مشروطه هستن میرن آدم استخدام میکنن، میارن اونجا، هر کسی 50 تا برای خودش قشون داره، مسلح داره، حقوق میده به اینها بعد اطراف مجلس رو سنگربندی میکنن و بیا و جنگ شروع میشه. خب شاه هم باید به یه جوری این چیز رو آرام بکنه. و اینجا روسا هم با توپ مجلس رو نمیزنن، یه دونه توپ شلیک شده، نه اینکه توپ باران شده باشه.
یه دونه مجلس به طرف مجلس، به طرف اون سنگرها شلیک میشه، ولی اینا میگن نه آقا مجلس بمباران شده. اینا آقا اگه مجلس بمباران شد بذارید الان نشون بدید، یا عکسی از مجلس نشون بدید که مثلا یه جایی از این مجلس با توپ زدن. به هر حال در اون مقطع شما می‌خواستید این همه سند علیه مجلس و مشروطه و اون شاه ترک چیز بکنید، یه دونه هم یه عکس از مجلس بذاری که این همه روزنامه داشتید در اون مقطع تاریخی، یه عکس بذاری که آقا محمد علی شاه زد مجلس رو تخریب کرد و نمایندگان رو کشت. نه، در درگیری جنگی که بین در خیابون رخ داد، این دیگه مقدمه چیز بود، مقدمه کودتا بود که اتفاق افتاد و بعدش هم به کودتا منجر شد. خب بگذاریم زبان رو به هر حال یه مقدار توضیح دادیم که خشونت زبانی چی هست. من خیلی سخنرانی کردم خارج از بحث و به نظرم هم لازمه. من میخواستم 1 ساعته تموم کنم، الان 1 ساعت 5 دقیقه است. خب بریم کتاب رو بخونیم و به سرعت تلاش بکنیم که صفحات رو بریم. و بیر چی گفت؟ گفتش که بوغزلدون کجا بود؟ فوری bir goyun boğazladı ve bişirdi. Bişirdi demiyor, bişirdi. Bişirdi ve pis ve پیش من آورد ve benim önüme getirdi. Önüme. Önlük چیزی که خانم ها معمولا هنگام آشپزی جلوشون میبندن که از اینجا میبندن، از کمر میبندن که غذا روغن به لباسشون نپره، به اون میگن önlük. ön یعنی جلو، پیش. به پیش من آورد، فارسیش ترکیش میگه و benim önüme getirdi. مرا قطعی از وی خوش آمد. آندن bir pare bana hoş geldi. بخوردم و گفتم yedim ve ettim. Ettim نمیگه گفتم، میگه ettim dedim. و ettim والله این بسی خوشتر بود. والله bu pare ziyade latif ve leziz idir. Leziz dur ki idi و گفت غلام برون رفت. غلام benim sözüm استماع، benim sözüm اینجا حالا نیفتاده دیگه، نمیدونم آخرش چی است. احتمالا باید بگیم benim sözümü استماع edip تشره gitti. تشره dışarı با ته دسته‌دار. تشره gitti و یک سم گوسفندان را بکشت. همه گوسفندان را بکشت و یک همه گوسفندان را بکشت و bir جمیع گوسفندانی بغزلدی و آن موضع پخت و پیش من آورد. ببینید این دیگه خیلی داره اغراق میکنه، رفته همه گوسفندان رو کشته آورده و آن موضع پخت و پیش من آورد و همه رو پخت و آخه مثلا شما فکر بکنید یه چوپانی بره مثلا 40 تا گوسفندشو بکشه بیاره مثلا بذاره جلوی چی و تازه بپزه، چه سرعتی! و این چرا نرفته بگی که آقا نکشین همه گوسفند رو؟ خوش گلدی مرا قطع از وی خوش آمد. اوندم bir pare bana hoş geldi. بخوردم و گفتم yedim و ettim. والله این بسی خوشتر بود. والله bu pare ziyade latif ve lezizdir ki idi. غلام برون رفت و غلام benim sözüm استماع edip تشارک etti و یک همه گوسفندان را بکشت و bir چقدر خشونت کلامی وجود داره در اینجا. و bir جمیع گوسفندانی بغزلدی و آن موضع پخت و پیش من آورد و اول مقبول یری بیشوردی. او مقبول اینجاش گفته بود، اینجاش خیلی این یه تکه‌ای که بریده بوده، حالا مثلا فرض بکنید که رونش بوده، نمیدونم حالا گردنش بوده، هر کجا بوده، میگه اونجاهای اون گوسفندان رو برید و پخت و پیش من آورد. اول مقبول یری بیشوردی و benim önüme getirdi و من از آن آگاه نی و من آندن آگاه دگیلم. میگه حالا من مشغول خوردنم، اصلا نمیدونم، آگاه دگیلم چون بیرون آمدم که سوار شوم. چون تشره گلدم، تشره دشاره گلدم که سوار اولام
دیدم که بیرون خانه gördüm ki خاننın içerisinde خون بسیار ریخته است çok kan dökülmüştür پرسیدم که این چیست غلامه سردم غلامدن سردم نه غلامه سردم یعنی سوال رو بهش دادم نه اینکه ازش گرفتم غلامدان سردم یعنی از اون گرفتم ولی این چی میگه؟ میگه غلامه سردم یه سوالی بهش دادم. خیلی من اینو نمیدونستم امروز یاد گرفتم. غلامه سردم ببین کجا رفت. پرسیدم غلامه سردم کی؟ bu nedir؟ گفتند وی گوسفندان خود را کشت. dendi ölenler ettiler. anda ölenler ettiler. اونهایی که اونجا بودن اونجا اینجا آن رو به معنی مکان به کار برده. anda ölenler orada ölenler آن کلمه آن ضمیر آن از زبان ترکی رفته به فارسی. anda ölenler چی شد؟ غلامه سردم که bu nedir گفتند وی گوسفندان خود را کشت. آنده اولنلر دیدیلر اون کسایی که اونجا بودن و شاهد بودن گفتند دیدیلر نه اتدیلر گفتند اول غلام کندونون جمع گوسفندینی بغزلدی وی را ملامت کردم که چرا چنین کردی که ne için böyle eyledin diye ani ملامت eyledim. گفت سبحان الله غلام ایدی گفت غلام ایدی سبحان الله یعنی تعجب حالون وار یعنی اون غلام به این نگاه کرد سبحان الله با تعجب یعنی تو چرا تعجب کردی که من گوسفندانم رو کشتم؟ سبحان الله یعنی تعجب حالون وار تو را چیزی خوش آید sana bir nesne خوش gelse که من مالک آن باشم که من آن مالکم و در آن تخلی کنم احتمالاً تخلی یا تخطی این تخلیه فکر کنم تخلی کنم و آندا بخلق بخالت تخلی کنم یعنی بخیلی کنم تخلی کنم و آنده بخلق ادم تو یه چیزی خوشت بیاد و من در این که خوشت بیاد بخیل باشم در اون. این زشت سیرتی باشد. این گفت بو نسنه نگاه کنید این از کلمه نسنه داره صحبت میکنه. من برای اولین بار که این کلمه رو شنیدم فکر کردم که مثلا این یه کلمه است که مثلا در ترکیه رایجه، چرا اینو مثلا در تبریز به کار بردن اینا، ولی الان میبینی که این در چند صد سال پیش، حدود 500 سال پیش این رایج در جامعه بوده کلمه. ما امروزه از این کلمات فلسفی دور افتادیم. چرا عقب موندیم؟ به خاطر اینکه از این کلمات فلسفه از جامعه ما رخ بربسته. ما فلسفه رو دیگه در زندگیمون به کار نمیبریم، زندگی نمیکنیم، فلسفی زندگی نمیکنیم. فلسفی زندگی کردن یعنی چی؟ همونطور که گفتم خشن زندگی کردن با کلمات شروع میشه. فلسفی زندگی کردن یا صنعتی زندگی کردن هم با اون لغات رایج در فلسفه یا در صنعت یا در هنر هستش که اگر در جامعه شما رایج باشه و مردم در زندگی روزانشون در نوشته هاشون ازش استفاده بکنند، جامعه شما میشه جامعه فلسفی، رفتار انسان ها میشه رفتار فلسفی. اگر از واژه ها و کلمات صنعتی و تکنولوژیک در جامعه استفاده بکنید، جامعه میشه تکنولوژیک صنعتی. اگر از اصطلاحات و لغات و کلمات هنری استفاده بکنید، جامعه میشه جامعه. اگر از لغات و کلمات مربوط به دموکراسی و حقوق و آزادی ها بیشتر استفاده بکنید، جامعه میشه جامعه آزادیخواه، دموکراتیک، فلسفی و اینا. اینجا اینو میبینیم که
جامعه، من در اینجا میبینم که جامعه زبان فارسی یک زبان بسیار خشنیه. وقتی شما در ایران بتونید امروزه هر کسی میخواد که از دیگری هیچ کس نمیخواد به دیگری لطف بکنه، هیچ کسی نمیخواد گذشت بکنه، همه میخوان از دیگران بدزدن، بگیرن، به زور به دست بیارن. پدر و مادر رو مجبور میکنن خونه رو بفروشن که اینها صاحب خونه بشن. نمیان که خونه خودشون رو بفروشن که پدر و مادرشون صاحب خانه بشن. این فرهنگ که رجوع میکنه، جامعه همون رو زندگی میکنه دیگه. حالا اینجا چی میگه؟ وقتی میگه نسنه یک کلمه فلسفیه، یعنی به مفهوم. وقتی این در جامعه اون روز ترکی وارد بوده، ولی در فارسی نگاه کنید، فارسی این رو نگفت. این داره در ترکی ترجمه ترکی که میکنه این رو به کار میبره. در اون مقطع تاریخی جامعه ترک که در دوره سلطان مراد بوده، قبل از اون هم سلطان سلیم بوده و قبل از اون هم سلطان سلیمان بوده. نگاه کنید جامعه ترک در اوج شکوفایی سیاسی، نظامی، اداری، فرهنگی، زبانی، فلسفی، تکنولوژیکی بوده. در اینجا جامعه میبینید که با چه کلماتی نویسنده ها دارن، به چه زبانی با مردم خواننده هاشون دارن صحبت میکنن. ولی به تدریج الان شما برید کتاب‌های ترکی رو نگاه کنید، خالی از این کلمات است. در آذربایجان نگاه کنید، اصلا شما این کلمات رو نمی‌بینید. در نتیجه شما اصلا در آذربایجان ما با یه تشویش و با نیستی هویت ملی، با نیستی حقوق، اصلا درک از حقوق نداریم، درک از حقوق ملی نداریم. مثلا من حتی این اواخر تا این اواخر از حقوق ملی صحبت نمی‌کردم و الان من نمیدونم، اصلا تا الان به غیر از من کسی از حقوق ملی صحبت نمی‌کنه. واژه حقوق ملی رو کسی صحبت نمی‌کنه، مظاهرش رو صحبت می‌کنن. بعضی از دوستان میگن دولت ملی، دولت آذربایجان، حاکمیت آذربایجان، حاکمیت ملی، ولی این به چیز تبدیل نمیشه. حقوق ملی، شما وقتی از حقوق صحبت میکنی یه حق نیست، مجموعه ای از انواع و اقسام و رنگارنگ های حقوق هست در همه زمینه ها که تحت واژه حقوق ملی شما میتونید اونها رو باش کار بکنید. وی را ملامت کردم که چرا چنین کردی، که نه چون böyle eyledin diye ani ملامت eyledim. گفت سبحان الله غلام etti. سبحان الله یعنی تعجب حالون var. تو را چیزی خوش آید که sana bir nesne خوش gelse که من مالک آن باشم، که من آنه مالکمدür و در آن تخلی کنم و آنده بخیلق ادم. این زشت سیرتی باشد. Bu nesne siretlikliktir. Siretlikliktir. احتمالاً sırtlıklıktır. Sırtıklık. احتمال میدم که سیرت از سرتق اومده باشه. احتمال میدم. سرتلقdır. اینجوری خونده میشه، ولی سیرتلقdır هم میشه خوند. سیرتلق. من سرتقlık به نظرم بهتر میاد در چیز. سرتلmaq تو پررویی امروزه داریم درک میکنیم، اما شما ببینید که یعنی خارج از اون رفتار نرمال. سرت به پشتم گفته میشه. سرتم یعنی پشتم، نه اینکه پشت بدنم، یعنی هم میشه پشت بدنم، همین که پشت سر من که نمیبینم چی میگذره. اینجا سرت، اونجا bir şey benim sırtımdadır. یه چیزی پشت من هستش.
یه سبدی، یه کوله پشتی، هرچی. من فکر کنم اینجا اون sırtılıdır yani sırtıllaşmak. Bu veche dehi caizdir. Bu nesne bir gebih sırttır یا سیرتtir. حالا اینجا ببینیم چی میشه. Bu nesne bir gebih sirettir. Bu vچه، bu وجه بالاش خط کشیده، دخی caizdir. Bu nesne bir gebih sirettir. در میان عرب ortasında، میان رو orta، خیلی زیبا، عرب ortasında پسر حاتم را پرسیدند. میگه در میان عرب پسر حاتم طایی رو پرسیدند، حاتم را پرسیدند. پسر حاتم سردلر، پسر حاتمه سردلر که تو را در مقایله آن چه داری، یا در مقابله آن چه داری که senin onun mukabilinde ana در dün احتمالا یه صفحه چیز شده، نه درسته، آنا در dün گفت حاتم ایدی 300 شتر سرخموی و 500 گوسفند 300 kızıl muylu 300 kızıl muylu deve ve 500 koyun verdim. گفتند پس تو کریمتر باشی. حاتمه ettiler. پس sen kerimrek olursun. گفت هیهات. حاتم etti. هیهات نه مناسبت varım. نه مناسبت varım. نه ببخشید. وی را اینجا دوستایی که میبینن متوجه میشن که اینجا آب رفته و خونده نمیشه. وی رم چه داد اول غلام جمیع ما. وی هر چه داد اول غلام جمیع مالین وردی و من از آن چه داشتم و من آندان که varım و bu وجه دخی جایزدür مالکیدم. یعنی میگه اینجوری هم میتونیم بگیم از آن چیزی که مالک بودم از بسیاری اندکی پیش ندارم برو. آفرین سندن، آفر نسندن، احتمالاً آخر نسندن bir şey. این آفر نیست، آخر نسنه میشه، آفر نسنه میشه. آخر نسندن bir şey گلدن غیری وردم. من انگار یک کلمه رو اینجا یه جایی رو انداختم. من آندن که مالکم و bu وجه دخی جایزدür مالک ایدم از بسیاری اندکی پیش ندارم برو آخر nesneden bir şey galiliden gayri vermedim. میگه از آغر nesne. من آغر احتمالاً آغر اینجا به معنی بسیار بکار. آغر نوشته احتمالاً. آغر یعنی سنگین، از اون چیزای بزرگی که داشتم. آغر nesneden bir şey galiliden غیری vermedim. از اون چیز زیادی که داشتم یه ذره، چیزی بیش از یه ذره ندادم. نگاه کنید خیلی جالب این رو چیز کرده. حالا این صفحه رو خوندیم، بریم صفحه 100 پی دی اف. یه مقدارم از اونجا بخونیم، با ترکی صفحه 100 هم آشنا بشیم. اینجا
ببینیم اینجا یه جایی هستش که کلام شروع میشه یا نه. از اینجا شروع کنیم. جماعت و از سخنان و لیست در و لیست در وصف شراب و شراب. حالا و از سخنان ولیست در وصف شراب، اینجا فارسی بود. Hala ve şarap vasfinde bu rübai anın sözlerindendir. در وصف شراب هم این سخن رو گفته. ببینیم چی گفته. ساقی بیار لعل می کز فروغ آن، ای ساقی گتر شو لعل رنگین لو رنگلو. لعل رنگلو، لعل یه رنگیه احتمالا. ای ساقی گتر شو لعل رنگلو، شرابی که آنın şölesinden اندیشه لالزار شود دیده گلستان. فکر لالزار دیده گلستان olur. لالزار şavad misraün murad manası gam ve gusse gedüp şوق و ذوق و صفا پیدا olur demektir. لالزار رو معنی کرد، گفت لالزار شود به معنی misraün مراد و مناسی غم و غصه گدوب شوق و ذوق و صفا پیدا olur demektir. گر بگذرد و پیری به شب اندر شعاع آن، اگر بیری، حالا اون چی بود؟ من پیری نیست اون و پری به شب اندر شعاع آن، اگر پری cece ile anın şuainden güzer eyleye از چشم آدمی نتواند شدن نهان. آدمینün چشمیندن نهان olmağa قادر olmaz. خوش بوی طرز عنبر و، حالا اینجاها خونده از عقیق عنبردن، خوش بو برگ bu برگ و عقیقدن رنگین رکدür. رنگین رکدür. رنگین راک demiyor. رنگین رکدür. روشنتر از ستاره و صافیتر از روان. کوکبدن، کوکب فکر کنم کلمه عربی هستش، در ترکیه هم استفاده کرده. کوکبدن روشن راک، روشن رک و جاندن صافی رکدür. معزی، حالا یه شعری از معزی میاره، ببینیم معزی چی میگه. وی در زمان دولت معز دنیا و دین سنجر ابن ملک شاه بود. معزی حالا در مورد معزی یه شاعریه که حالا ازش یه شعری آورده، حالا داره در مورد اون توضیح میده که معزی کیه. معزی وی در زمان دولت معز دنیا و دین سنجر ابن ملک شاه، سنجر ابن این شاه ترکی بود. اولا معرفی معز دنیا و دین ملک شاه oğlu سنجر دولتی زماننده ایدی و از مداحان اوست و آنون مداحلرindəndir و معزی نسبت به اوست و معزی تخلص آنون نسبتی ایلدür و آنچه او را و اول نسنکی آندür. زمان وی سنجر زماننده از علو شأن و رفعت و درجه علو شأنیدن علو شأنیدن و درجنün رفعتیnden دست داده میسر oldu. دست داده میسر oldu. kim شاعری را میسر شده زیاده از شاعر میسر olmuştur. زیاده از شاعره یعنی از این شاعر به دیگران هم میسر شده بود. زیاده از شاعره میسر olmuştur. بو وجهه نگاه کنید اینجا بو وجهه این رو روی هر دوتا خط کشیده، بو رو به کار برده، نمیدونم در فارسی به کار برده یا اینکه وقتی این ترکی رو میشه این رو بو، حالا روی بو هم خط کشیده دیگه. احتمال میدم که این بو ترکی هستش. این مترجم وجه رو که میخواسته بنویسه بگه وجه چه معنی داره. و بو وجه دخی جایز دور bir şaire
آز میسر المشتور میگه اینجوری هم جایز هستش معنی بکنیم که آز شاعر میسر المشتور بو وجه اوله göre kim lafzi şaire masrufudur. Veç saniye göre müyesser şude bud. Masrufudur. و گویند که سه کس از شعرا و idiler گفتند idiler ki şuaradan üçtür. Se devlet, üç padişahın devletinde ikbalha دیده اند و قبولها یافتند. اقبالها دیده اند و قبولها یافتند. Devletler ve saadetler gördüler ve kabuller buldular ki kes neyaft که şuaradan kimse bulmadı. رودکی در عهد سامانیان زماننده و عنصری در دولت محمودیان. نگاه کنید از چیز خبر نیستش. عنصری در دولت محمودیان و عنصری محمودیler devletinde ve muizzi در دولت سنجریان و معزی سنجریler devletinde و سبب وفات وی آن بود و آنون وفاتine sebep o oldu ki روزی سلطان از درون خرگاه تیری انداخت که bir gün sultan o otaq içinden روزی سلطان otaq içinden ötürdü, ok ötürdü. انداخت ötürmek ول کردن ok ötürdü. حالا دیگه بقیه‌شو نخونیم، بریم صفحه 150. حالا دیگه صفحه آخر رو بخونیم و تمام بکنیم، چون کتاب صفحه آخر رو دوباره برمیگردیم که بخونیم. قطعه در تاریخ کتاب. بذارید یه مقدار ببینید صفحه قبلی آخر کتاب رو. قطعه چون ببینی ز آشنا عیبی، چون که آشنادن bir عیب göresen gerbe بیگانگان نگویی به. اگر آنی بیگانelere söylemesen yektir. زان که در کیش آخر اندیشان زیرا عاقبت فکر edicilerin مذهبinde عیب پوشی ز عیب جویی به. بیت یقین بشنو از من که روز یقین نبیند به بد مردم نیک بین. یقین بشنو از من که روز یقین نبیند بد مردم نیک بین. قطعه در تاریخ کتاب. حالا نون و پوی و خامد در این طرفه نامه. حالا قطعه در تاریخ کتاب. حالا یه قطعی در مورد تاریخ کتاب رو میخواد ترجمه بکنه. تک و پوی خامه در این طرفه نامه. Bu طرفه نامده خامنون تک و پویی که جامی بدو کرد تب از مایی. که جامی اول نامه ایله تب آزمایی. پس تب آزمایی هستشون. تب آزمایی که جامی اول نامه ایله تب آزماییlik eyledi. طرفه نامدن مراد bu kitabıdır ki bunun ile حالا ببینیم چیکار آزمایش تبع etmiştir. Takopuy gelip yapırmak türfe. Takopuy یعنی چی؟ gelip yapırmak. اینو جلسه قبلی هم نتونستم بفهمم که gelip yapırmak یا yapırmak یعنی چی؟ gelip
Yöpürmek. Torfe çidi? Acib manası nedir? Torfe acib manası nedir? به وقتی شد آخر که تاریخ هجرت شل وقتی ده آخر و تمام oldu ki hicret tarihi. Hicretten murad Habib Ekrem Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Şerif'den Medine-i Münevvere'ye nakl ettiğidir. Şavad 900 8 bər vey fəzai 900 olur اگر آنun üzerine 8 زیاده ادسین. اینجا رو درست معنی کرده ولی وقتی خودش داره مینویسه غلط مینویسه. ادسین. پس bu kitap hicret tarihinin 882'sinde tamam olmuş olur. این 892 باید مینوشت، نوشته 92 باید مینوشت، نوشته 882 82. این درست نیست. ترجمهش درسته ولی وقتی میخواد جمله رو کامل بنویسه اشتباه ترجمه می نویسه. تمام olmuş olur. و المسئول من الله ذوالجلال و الکرام جلال و اکرام صاحبی اللهیدن مسئول و مقصودم از ظفر نیل المرام و الفوز به حسن الختام مراد وصول بلمغه ظفر در و حسن ختامه فوز در. نیل erişmek. Neyl kelime-i neyl erişmek manasınedir. Fevz necat ve zafer bulmak manasınedir. Ve salatu ve selamu ala Muhammed ve alihil kiram ve salatu selam Muhammed üzere ve anın ali kirami üzere olsun ki cemi alem halgının گزیدلریdir. قد وقع الفراغ من تحریر هذا الرسالة الشریفه و النسخة اللطیفه. میگه حالا اون کتاب رو در 892 نوشته کتاب رو جامی. این کسی که ترجمه کرده اول خوندیم اینها رو، میگه که قد وقع الفراغ من تحریر هذه الرسالة الشریفه و النسخة اللطیفه. این نسخه ای که ما داریم از روش می نویسیم این رو هم در فی اوائل شهر شعبان در 1043. این کسی که این نسخه رو از روی اون نسخه اصلی که این مترجم نوشته در ماه شعبان 1043 نوشته. یعنی یه چند صد سال، نزدیک 150 سال بعد از نوشته شدن کتاب نوشته. 8 سال از اونجا، 100 سال از اونجا، 42 سال هم اینجا، میشه 150 سال. 150 سال بعد از اون جامی این کتاب رو نوشته، ترکی رو نوشته. و تاریخ شارح شمعی رحمه الله فی اوایل السفر بعد از صبح سنه 86 و 900. و اون کسی هم که شارح کرده، حالا این نسخه رو چه کسی نوشته؟ ترکی رو نه ها، اون نسخه‌ای که این اول یه آدم ترکی این رو نشسته به ترکی ترجمه کرده، اون نسخه در یه سالی نوشته. این کسی که این نسخه رو از روی اون نوشته یه ترک نسخه برداری کرده تاریخش 1042 هستش. ولی اون کسی که این رو نوشته و تاریخ شارح شمعی و رحمه الله فی اوایل السفر بعد از صبح، احتمالاً اسمش شمعی هستش یا حالا شارح شمعی، نمیدونم. در اوایل سفر بعد از صبح سال 900 یعنی 986 86 86 یعنی 86، یعنی حدود 100 سال پیش، 100 سال بعد از جامی، حدود 100 سال بگیم که اون 92 نوشته، این 86، از 100 سال 6 سال کمتر، 94 سال بعد از جامی این کتاب رو این نویسنده نوشته و شرح داده فارسی اون رو به ترکی. کذا وجدت فی النسخه، میگه من اینجوری در نسخ مختلف این رو اینجوری پیدا کردم و بر روی اون نوشتم. پس این نویسنده، این کسی که نسخه، حالا ممکنه در این 90 بین این سال
986 تا 1043 یا 42 یه تعداد انسان‌های متفاوتی از روی این کتاب نوشته باشن، نسخه برداری کرده باشن. ما از تاریخ اونها خبر نداریم. ممکنه هر سال یکی، یا ممکنه هر 10 سال یکی، یا فقط یکی نوشته شده باشه، نمیدونیم. ممکنه در یک سال هم 10 تا نوشته شده باشه، ما اینو نمیدونیم. یعنی بر اساس این کتاب نمیدونیم. اما کسایی که این کتاب رو بخوان جامی رو، بهارستان جامی رو به ترکی ببینن که چه کسایی و چه نسخه هایی وجود داره، میتونن از اونجا پیدا بکنن که چند کتاب نوشته شده. به هر حال این ترجمه از بهارستان جامی به ترکی 96 سال بعد از خود جامی انجام گرفته. ممکنه که قبل از این ترجمه های دیگری هم وجود داشته بوده. خب 1 ساعت و 40 دقیقه و 32 ثانیه تموم شد. من به نظرم من خسته نشدم. راستشو بخواید از اینکه کاش میتونستم وقت داشتم این کتاب رو از اول تا آخر میخوندم، برای اینکه کتاب خیلی زیباییه. من با کلمات بسیار زیبایی، با مفاهیم جدیدی آشنا شدم. از جمله برای اولین بار گفتم که یک جامعه که کلام و سخن در اون خشن باشه، رفتار خشن میشه. اگر یک جامعه فلسفه، لغات و کلمات و مفاهیم فلسفی در زبان جامعه رایج باشه، اون جامعه فلسفی میشه. اگر یک جامعه در اون اصطلاحات و زبان و تفسیر و گفتگو درباره دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و حقوق انسان‌ها و حقوق اجتماعات و اینها رایج باشه، اون جامعه دموکراتیک میشه، حقوقی میشه، آزادیخواه میشه، دموکراتیک میشه. و اگر در یک جامعه دیکتاتوری حاکم باشه و لغات مربوط به دیکتاتوری لغاتی باشه که در جامعه رایج است، اون جامعه دیکتاتوری میشه. تمامی افراد در اون جامعه، حتی روشنفکرانی که فکر میکنن روشنفکر هستن، دیکتاتور هستند. لذا در ایران ما میبینیم که انسان‌ها وقتی از یک حکومتی میخوان رها بشن، میرن پناه میبرن به دموکراسی، به دیکتاتوری، برمیگردن دوباره. من اسم این رو گذاشتم چرخه معیوب یا سیکل معیوب بازگشت به دیکتاتوری. و این رو در یک برنامه‌ای که به زبان ترکی فکر می‌کنم اجرا می‌کردم در یوتیوب به طور زنده اجرا می‌کردم، بر اساس تاریخ و دایره هایی که تکرار میشه این رو نشون دادم. در نتیجه ایران الان می‌بینید که وقتی ما میرسیم به اینجا که آقا این خمینی و خامنه‌ای برای ما دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و اینها رو ندادن، دوباره برمیگردن یه عده‌ای میگن رضاخان، دوباره یه عده‌ای میگن فاشیسم ایرانی، یه عده‌ای برمیگردن میگن که مثلا گروه‌های خشن، و یه عده‌ای میگن آقا نباید اینجا مثلا حداقلش اینه که اگر خامنه‌ای بمونه یا پهلوی بیاد یا نمیدونم مجاهدین باشه یا نمیدونم جمهوری اسلامی باشه، ولی مثلا ملل ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و قشقایی و لور و گیلک و مازنی و تالشی و اینها حقوقشون نباید داده بشه. نگاه کن، دیکتاتوری در این حد در جامعه از بالا تا پایین. یعنی یه چوپانش هم اینجوری صحبت میکنه، بقالش هم اینجوری صحبت میکنه، استاد دانشگاهش هم، معلمش هم، دانشجوش هم، سیاسیش هم، حقوقدانش هم، احزابش هم، وزیرش هم، وکیلش هم، پلیسش هم، اردوش هم، لشکرش هم، سپاه پاسدارش هم، ارتشش هم، نیروی هواییش، همشون. یعنی شما قشری رو پیدا نمی‌کنید که در این جامعه دیکتاتور زده نباشه و تنها راه نجات رو در دیکتاتوری می‌بینن. روز و شبتون هر وقتتون بخیر و سلامتی. اگر امیدی باشه و الهی الله یه عمری بده و توفیق بده، در یک روز دیگر یک برنامه دیگری با یک کتاب قدیمی چند صد ساله خطی دستنوشته ترکی تخصصی یا ادبی، به هر حال تخصصی یا علمی یا تکنولوژیک در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.